کسی که فوت میشه براش ختم میگیرن و حیوان سر میبرن، سر قبرش هم میشینن قرآن میخونن و فاتحه میخونن. اینا آیا این مسائل به این میت میرسه یا نمیرسه؟ بسم الله. آنچه که مورد اتفاق فقهای اربعه اهل سنت و جماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمت الله علیهم اجمعین، در مذاهب شارگان اهل سنت هست، هیچ کدوم از این کارها جز سنت و حقوق میت نیست. حقوق میت در اینا خلاصه میشه: یک، اگر بدهی داره بدهیشو پرداخت کنن از مالش. اگر فوت کرد در جا، اون رو چیکار کنن؟ غسل بدن، کفن کنن از مال خودش. اگر ندارد برای اون از جایی تهیه کنن، براش نماز بخونن و دعا کنن و بسپارنش به خاک، دفنش کنن. بعد از دفن براش استغفار کنن: اسألوا لأخیکم الثبات فإنه الآن يسأل. بعد از دفن رو به قبر نه، بلکه رو به قبله بایستن و دعا کنن: خدایا این برادر و خواهر مسلمانی که دفن کردیم در ایمان همچنان که در دنیا مستدام بوده، مستقیم بوده، در آخرت هم چیکار کن؟ بر اون پایدارش بدار. نزد سؤال ملکین که میان نزدش، اون را بر ایمان مستدام بدار تا اینکه اونجا چی باشه بتونه جواب سوالاشو پس بده. همین. برمیگردن به اهل میت، حالا چی اونجا سر قبرستان، چی در منزلش، چی در سر راه، فرق نمیکنه، بهش تسلیت میگن. تسلیت به زبان خودشون، به هر زبان محلی، به هر زبانی که زبان رایج خودشون رسمی. اگر به دعا و مسنون سنت باشد این بهتره، که ما بارها تکرار کردیم که بهش میگیم که ان لله ما اعطى و له ما اخذ و کل شیء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب. یعنی تذکر و یادآوری است به قضا و تقدیر الهی. به برادر خواهر مسلمانت میگی که خداوند هر چی که گرفته خودش، هر چی که داده از آن خودش بوده، هر چی گرفته هم از آن خودش بوده، پس همه چیزم به اندازه و قضا و تقدیر خودش زندگی میکنه در این دنیا. صبر کن و احتساب کن. اجرت نزد خدا طلب کن. جزع و فضا نکن، پرخاش نکن، شیوه نهزاری نکن الی آخره. کشمش خط هستن؟ بله. بفرمایید. برای میت صحبت میکردیم. بله. تماس اومد. بله. حقوق میت تو اینا خلاصه میشه: یک، اولا قبل از هر چیز غسلش و کفنش کردن و دفنش نمودن. طبعا با اینها نماز جنازه هم هست و تشییعش که اینا جزء حقوقی هم کفن دفن میشه. بله. بعد از به خاک سپردن دعا هست برای میت. اولاترین چیزی که برای میت مهمه و تذکر داده شده: رب اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان. در سوره حجرات. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین. اگر اشتباه نکنم سوره حجر. نه، سوره چیز هستش، سوره حشر. بله، اواخر سوره حشر. بله. ولذا الله سبحانه و تعالی و قرآن و سنت هر دو تاکید برای این مبدا دارن که برای امواتون دعا کنید. بله. این بیشترین حقوق است. اما برای بازماندگانش باشه که تسلیت بهشون میدیم، چه به زبان عامیانه، چه زبان فارسی، چه زبان ترکی، هر زبان معمول و رایج. و اگر دعای سنت و مسنون باشد که حفظ هستیم، دعای سنت اولاتره. این در حد این. اما اینکه بریم سر سفرش 7 روز، 3 روز، 10 روز، 40 روز بشینیم و بخوریم، اینا اصلا از سنت نیست. اینا بدعت است و جایز و روا نیست. بل اگر مهمانی از راه دور رسیده به مجلس و وقت غذاست، انسان با اکرام مهمان براش غذا میاره. اما که مردم اون محله، مردم اون شهر آبادی جمع بشن برای خوردن غذای عزا، این خلاف بدعت، خلاف سنت و بدعته. الله تعالی. خب فاتحه خوندن و سر قبر قرآن خوندن اینا هم جزء بدعته. بله. سر قبر قرآن خواندن، یا کن در رسیدن ثواب قرآن خلاف هست از اینکه آیا این قرآن از جانب کی باشه؟ اهل میت باشه بس. اما اتفاق در اینه که اگر کرایه گرفتن قرآن برای اینکه مدتی سر قبر بشینن یا در مجلس اعضا بشینن، به اتفاق این چیه؟ حرامه، جایز نیست. اما اگر اهل خود میت قرآن میخونن و بعد دعا میکنن برای میت، اشکال نداره. این باب چیه؟ تسهیل است. بحث دیگه اینجا مطرح میشه که ایشون خواهرمون فکر کنم مطرح کردن که در افغانستان یا در جای آقا مسعود از دانمارک که در افغانستان همچین رواجی هست. کسی فوت کرد. بله.
اینکه براش فاتحه بخونن، قربانی کنن و امسا غذا بدن، این مرسوم نیست از نظر اسلامی، شرعی نیست، خلاف سنت هست ما بگیم. و اگر که به تکرار مرسوم شود تا حدی که حتی خانواده های فقیر مجبور برن قرض بگیرن و این مراسم را آباد کنن، ما بگیم بدعت و اصلا روا نیست. حالا سوال آقا مسعود هم این بود که میگفت در افغانستان وقتی که فوت میکنه میرن مثلا عزاداری میکنن، حتما فاتحه میخونن، یعنی باید فاتحه رو بخونی، بعد دست بلند بکنی و دعا بخونی، ولی اگر کسی این کار نکرد عیبش میکنه، میگه تو قرآن چرا نمیخونی، قرآن ثواب داره. نیا کنید شما برای اهل میت آمده اید، نه برای میت. بعد این فرهنگ جا بیفتد که در مجلس ترحیم نیومدن که برای میت دعا بکنن، آمده اند برای اهل میت تسلیت بدن، ولذا بهش میگن تعزیه. تعزیه چیه؟ یعنی دیگری را در عزایش دلداری دادن، شریک غمش شدن. میت که به رحمت خدا رفته، پرونده بسته، شما بیاید نیت نمیدونه چه خبره. پرونده اون میت بسته شده. شما تو خونت هم بشینید، تو اون کنار دنیا هم باشید، اگر یه نفر باخبر شده، یه دوستی، یه نزدیکی، یه دوری، یه دوستی به هر حال فوت کرده، از همونجا هم براش دعا کن، قبول میشه. لازم به حضور در مثلا مجلس عزا نیست. مجلس عزا برای کی میرید؟ برای دلداری بازماندگان هست. پس بنابراین بازمانده چی نیاز داره؟ عرض ادبی هست، عرض تسلیت هست، عرض تعزیه هست. همین. خدا رحمتش کنه اموات ما و شما. نمیدونم، صبر و حوصله داشته باشید و این مسیر همه از خدا ان شاء الله رحمتش بکنه. تمام شد. بله، دلداری داره.